هون گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف او دمو بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تو را اینترنت بوی ناو و نشانه مالپر رادیو تزه نقطه کم ایرو شمیه چاری مجداریه گداریا تنگو باسین گرینگ یه هفته بکن هفته بوری 28 جوتمه سروکری کردستانی مسعود بارزانی شیوه که فرمیش پارلمانتوی کردستانی را نمایه کشاند او دیدو دخواست درش نکردن دمو سرکاتی خاکر بارزانی هرو دخواست پارلمانتوی کردستانی سر دبشکردن دستلدارین سرکاتی هریم کردستانی سر سرکاتی پارلمانتوی او حکومت دا کریه پشت پارلمانتوی کردستانی پیشنیارین وی پیکانین بری رفراندوم بریز مسعود بارزانی سوز دابو که ایدی نابه نامزدی سرکاتی اوی سوزی دایی آنی سری تست سرکاتی بردا بریز مسعود بارزانی نمای خود دا کفشک و اوک پیشبرگه خبات و تکوشی نخوا به دوام بکه مسعود بارزانی 12 گلون 2050 دا وکی یکم سروک هریم کردستان الپارلمانتوی هاته هلبجارتن پشتی 4 سالان هلبجارتن راست یا سروکتی هریم کردستانی دا 25 ترمیه 2009 دا اجاره کردن وکی سروک هاته هلبجارتن پشتی رکفتن نابرا پولیت بیرون پارتیا دموکرات یا کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی سروکتی مسعود بارزانی جسی هزیران 2013 حتی 2 سالان بیاسا هات ادریش کرن پشت راشانده که هبش یا پولیت بیرو پدکه و ینکی جی دخواست کرن که وی یاسای امضا بکه لی بارزانی وی یاسای نرد کر نجی امضا کر هر وقت سال 2015 دا جیجبرد شهر دایشش علی انجمن شورای هریم کردستانی و 2 سال دنجی سرکاتی هات ادریش کرن دیگه که مقدار 2017 دا 2 سال انجمن شورای تمام بون سیرو جان بری بدوی بونا ارکن سرکاتی مسعود بارزانی نامه سرکاتی پارلمانتوی کردستانی را درق رد کردن پست خواهشاند بر پرسین کرد بیشتر نام نیچروان بارزانی برازی مسعود بارزانی که نه سرکوزیر هریم کردستان عراقیه پشتی آب خود دستلات هریم کردی یا اتولوم ور بگره هشیار زباری وزیر دربای عراقی بری بیشتر سرکوزیر دبه کسی یکیت قناق دستلات و گویزدا پارلمان هریم کردستانی روز یک شنبه درشتاندن که تایبت دا دستلات سرک هریم کردستان مسعود بارزانی سر دستلات بجیکار یا پارلمان او یا یاسایی پار بکرن حتی که سال بیه بجارتن جردن هریم کردستانی پیک بین اجبر آلوزین پشتی رفراندومی هلبجارتن که دیروزا یک مقدار 2017 بانجام ببان هاتن پاشخستن سروک هریم کردستان مسعود بارزانی پیام که ویدیوی دا را گیاند شوا 16 جوتمه دا خیانت که مزلن بر پیشمرگه و گل کردستانی هات کرن و گوت و شوی پشت و خنجره که جاری گل میدان مسعود بارزانی پیام خود آمجه بیریشن عراق بو سر کردستانی کر و گوت که بختای رفراندوم کره هنجد بو یریشن خو اگر نا وانجمیش و نیات که بس هبو و پلانا بیکی هبون درباره بو یارین کرکوک داجی بارزانی گوت خیانت که مزن شوا 15 سر 16 جوتمه هات کرن او کمت دمان پیش بینی ندکر و ندهات خیال مجی افخیانت نشتیبانی یا مزن بو کل کرکو که هات انجام دان شپشت واجی خنجر که جاری پیشبرگه و همو خلق کردستانی هات دان روزنامه آسیا تایمز که یک نوترین روزنامه آسیایی و به زمان انگلیسی راپورت که دا نویسیه بارزانیش بو کرد و گریبر کوچکری باشور آفریقای نیلسون ماندیلا و یک سروک که نافدار یه فرانسی شارل دگوله روزنامه نویسیه میلیون کرد جیان خدا سروک که مسعود بارزانی ندیدنه کجوان را وک سیمبول که مزن و نافدار یه دوزا کردیه آسیا تایمز پاساوی یکی جده که بارزانی وک سروک که نتوی کرد ناس کرن که بزاوه که مزنش بو سرخابون کردستانی کرد هر وقت راپوری دهاتیه گفتن تاوی که بارزانی دست پستی سرکاتی هریم کردستانی بردای لی هر لولیر و کردستانی دبینه و خبات خو بدوان دکه وزارت دربای آمریکای داخلی که دا پیشوازیل بریار سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی با رد کردن و درش کردن دم سرکاتی خاکر او دخواست کردن کرد که پیشگیری حکومت هریم کردستانی بکن داخلی دا کل سرنوی بردف که وزارت دربای آمریکا هایتر ناورد هاتیه بلاف کردن آمجه بریار سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی با رد کردن و درش کردن دم سرکاتی خا هاتیه کردن او تی گفتن ام دستخوشیل بریار سروک مسعود بارزانی دکن با درش نکردن دم سرکاتی خا هر و ام دستخوشیل پارلمانتوی کردستان عراقی دکن بو دبش کردن دستلات سرکاتی هریم کردستانی بو سرسازی دندا وزارت دربای آمریکا و درباره رول و کسیتیو سروک بارزانی دا دبیجه سروک بارزانی کسی که دیروکی و سکی که بیرکی گلی خوی بریاروی جبو درش نکردن دم سرکاتیوی آماجه بو دولت مداریا وید قناخ که زحمت داد دبش کردن یا داخلی دا وزارت دربای آمریکا دخواست دست بکردن دیالوگی نوبر هریم کردستانی و عراقی داده که
وزیر دروازه بریتانیا بوریس جونسون پیوندی که تلفنی داد گل سرک وزیر هریم کردستان نیچیروان برزانی دا رفش عراقی و پیشات داوی گوتو بیش کرد. الگوری داخلی بوریس جونسون تکزیل سر پشگریا بریتانیا بو کرد چرچوای عراق یک گرتی دا کریه. بوریس جونسون هر وقت داخل شبیر و بغداد دکه کابلس لدو چهار سرک آشتیانه بگرن. جونسون آماده بریار سرک هریم کردستان مسعود برزانی بو رد کردن درش کردن هیام سرکاتی خاکریه و دبیجه از خازم رضا خالم بر سرکاتی سرک برزانی شهر دجدایی شده و خبات چندین سالی بی بو گل کرد عراقی نشان بدم. جونسون هر وقت دبیجه از خازم رضا خالم بر ولو سرک برزانی دامزراندن عراق کنو دا نشان بدم. سرکومری فرانسه مانوئل ماکرون درباره بریار مسعود برزانی یا سر به دوام نکردن پست سرکاتی هرمی دا گفت ام رزی جرولو دیروکی بریس مسعود برزانی را دکرن. ماکرون هر واش بغداد و هولیر خواست که نر یا شر یا دیالوگل بشیرن. داخلی داتی گفتن که پیوندین کمن و کور د فرانسه و کردن عراقیه و فرانسه هردن پشگری دایه همون مافین کردن دستور عراقی دا هبند و تی دستیشان کردن البجارتن پیش دیریا دموکراسی کردستانی پیستر بکن. دوشنبه 3 جوتمه سرک هریم کردستان مسعود برزانی صلاح الدین پیشوازی بایلوزی آلمانی و بایلوزی فرانسه کرد. گوری داخلی مال پر سرکاتی هریم کردستانی تبدیل دا رفش سیاسی و اولکاری یا عراق و کردستانی بروا گویتن داوی و یریش هزی هشتا شیبی و هزی عراقی یعنی سر کردستانی هاتیه نرخاندن. تبدیل دا بایلوزی آلمانی و فرانسه عراقی نگرانی خال همبر آلوزی نابر هولیر و بغداد دا راگیاندن و تکس کردن که افلگری پیام دوستانی و برجواندیا بش یا ولات خونش بو گلی کردستانی هر وقت بایلوزن هر دو ولاتان بولک شاندن سرگرنگیا پیگه هریم کردستانی و دیار کردن که اوجنیزیک و چفدیری رفشی و همو جوره رکفتن و دانستاندن نابر هولیر و بغداد کن و هیویا گوتو بیش و چرسریا پس گره کن آنی نزمین. حکمت هریم کردستانی دیار کرد که وان الگل حکمت نابندی یا عراقی را تر کفتن امضا نکردن و راگیاندن. ما برسی و دو رشنویس را رکفتن ارتش عراقی پیشکش کردن دایه. بغداد نینی برسی و دخوازمه دایه جبو دانستاندن الگل حکمت فدرال سر اساس دستوری دا. حکمت هریم کردستانی سرگوتن سرک وزیر عراق هیدار عبادی که ایدیا کار هولیر شرکفتن نابر وزارت پیشمرگه و هیئت ارتش عراقی دا پاش دا گاو و بیتی داخلینیک دا و تر کفتن نهاتیه امضا کردن. حکمت هریم کردستان درباره گوتن هیدار عبادی دبیجه جراستی دورن. داخلی حکمت هریم داوات راگیاندن. سرک وزیر عراق هیدار عبادی روزا چهارشنبه یک مردار گوت هولیر شرکفتن نابر وزارت پیشمرگه و شاند ارتش عراق دا پاش دا گاو و بیتیه. لیتر کفتن نامبر مدن نهاتیه امضا کردن. تنی رشنویسه که رکفتن شالی شاند لشکری یا حکمت عراقی هاتیه پیشکش کردن. روز پاشتر جوین نامبر هیئت حکمت عراقی و هریم کردستان دا رشنویسه که یا جدا هات پیشکش کردن. ما برسی و هر دو رشنویسان دا ما چندین جاران آمده خوش بو دانستاندن دگل حکمت فدرال سر اساس دستوری نشان دایه. لیبلی هر جوری بغداد نینی برسی و مدایه. چفدیری آمریکا اجاره کردن شاندن هریم کردستان و عراق درباره آلوزی نابر هولیر و بغداد و دیدن چرسری که بو پرسگری که نابر هر دو آلیان دا جویاد. سرفرماندار بری ارتش عراقی و سروک هیزن پیشمرگه بادینان وکیلت راگیاند که آرمانجا جوینان اوه که هولیر و بغداد چرسری کش پرسگری که خراب ببینن. جوینان دو نابر یا نابر شاندن لشکری ین عراقی و هریم کردستان دمکی دایه که چند روشن بهری دا چند جوین نابر هر دو آلیان دا رجلات بجاری موسولی و چند جندن هاتبو انجام دان. هر وا فرماندهی اپراسیون هفبشن عراقی و هر وا سرک وزیر و فرماندار گیشت یهیزن چکدارین عراقی دو داخلین جدا دا گوتو بون که هریم کردستان جری کفتنان پشبان بیش آلی کدن و وزارت پیشمرگه و حکمت هریم کردستان جی داخلین جدا اف هلوست بغداد رد کردن و دانه خیا کردن که اف بالی عراقی را نگیش نتر کفتنان حتی که جی پشبان ببند. بدف که پیمانیان نودولتی الدجدایش جنرال جیمز گیرت راگیاند دگوتو بیش نابر پیشمرگه و هیزن عراقی دا وان رولو چفدیری هبیا و تکس کر اگر حکمت عراقی دا خواست بکه و پیشمرگه جی رازی به ام آمده نکو هیزن خو درین سینوری بجی بکن. جنرال جیمز گیرت کنفرانس که رجدوانی دا بغداد را بو رجدوان پنتاگونی را داخبی پس پیشات داوی ین سربازی عراقی کر. جنرال برسی و پرسیار که تورا میدیا یا رودابی دا یا درباره پیگه و هیزن آمریکا
دانستاندن نابرا پیشمرگه و هیزن عراقی داراگیان گوتو بیجا داشبلی گوه گرتنی متش تک دن نکر هر تشت نابر فرماندوین هیزن عراقی و فرماندوین پیشمرگه دا بریواد چو در باره و یکی دا که گلو هیزن آمریکای دی تاوی هیزن عراقی و پیشمرگه درین سینوریین هریم کردستانی بجیب بن بردف که پیمانان داخیا کرن اگر حکومت عراقی و هیزن عراقی تاوی سروکین پیشمرگه راضی بن ام دل وی داری بن ام جیب گرینگی و بری خود دن وی یکی و ام وی کاری دکن لیبل دویل سر بخواندن حکومت عراقی به دادگاه فدرالی یا عراقی درباره رفراندوم حریم کردستان نیرین خو راگیان تو گفت دادگاه فدرالی نکاره رای خال سر بپرسه بده که دستوریه یا نه دستوریه دادگاه فدرالی درباره بریوچون رفراندوم کردستان دا برسی و سرک وزیر هیدر عبادی دا او راگیان ام نکارن بیشن رفراندوم نه دستوریش بلکه نیرین عالی برانبر نهاتیه ورگرتن بدف که دادگاه فدرالی داخیا کرن که 4 دوست جبو نیاسایبون رفراندومی هاتبون تومار کرن اوی گفت جی دادگاه بلند یا فدرالی راگیان نکاره پیش وقت نیرین خو بده اگر گداری عالی دن نکه ریوبری حریم کردستان 25 ایلون دا رفراندوم سرخوبون کردستان پیکانی بو او رفراندوم داشت سری نوت سه دنگی اری در کتب بو پشتی پیکانین رفراندوم سری دا ترکیه ایران عراق و گلک ولات دن برتک دا بون پشتی انجام دادن رفراندوم سرخوبون کردستان 25 ایلون ای سال دا آلوزین نابر هولیر و بغداد تندر بونه و پشتی گیریش لشکری یا عراقی بو سر کردستان و داگیر کردن کرکوک و چند دوریندن یک کردستانی شالی 8 شیبی و ارتش عراقی با بغداد نه پنگاو دن دژ کردستانی دست پیدا که چرچوین پنگاو بغداد یعنی دژ کردستانی دا پارلمانتوی عراقی کمیته بو انجام دادن لیکولین و لیپرسینا بو پارلمانتوی کردستانی را پیکانی و حتی ناب تومتین وکه به پیکرنا سوند یا سی و هفدان بو پرچکرنا خاک عراقی جبو 20 پارلمانتوی کردستانی دوسیه هاتنه آمده کرن و دبک و دوست دژیوان وره کرن هجمار پارلمانتوی همو فراکسیون کردستانی یل پارلمانتوی عراقی 65 کسه اگر 20 پارلمانتوی کرد کو 50 تا بجداریات رفراندوم سرخوبون کردستانی دژیوان دوسیه هاتنه آمده کرن ورن جزا کرن اوش پارلمانتوی بین درخستن دی هجمار پارلمانتوی کرد دا که با 45 کسان جیگری سروکی پارلمانتوی عراقی آرام شیخ محمد که سرب تفگر گرونیه درباره رفش خورمانتوی و نوچین آریشین دا نامه یک سرک وزیر عراقی هیدر عبادی راشان او تیدا دخوش عبادی کرد که هزک تایبت یا ارتش عراقی بشینه خورمانتوی آرام شیخ محمد نامه خواهی بو عبادی داد بشه دنجام برتک نبه پرسانه و طولدان هنکان زرار گشتی ملک و مالا پیشک شمالاتین نوچه کشتن و رواندن چی بونه او بی چندی ترس و دلگرانیش خلق کچکری را بو بگری چی کریه آرام شیخ محمد دخوش سرک وزیر عراقی هیدر عبادی دکه که بلس هزک تایبت یا ارتش عراقی بشینه نوچه خورمانتوی دا که اولیه نوچه کنترل بکن و بالیکره هزین چکدار و پلیس آرامی وگرن بوی باجاروکی دا که کچبر بکارن وگرن و جیان آسایی ببه هات گوتن که هزین سر پکیکی و 18 شیبی پستن اداری ین شنگالی نوبر خوادا پاره کرده کسی که نزدیکی پکیکی بویه قایمقام شنگالی و فرماندار که 18 شیبی جی بویه ریوبری باجاروکی سنونی بی رازیبون انجمان پرزگانی نوه و فرماندار شنگالی هزین 18 شیبی و هزین سر پکیکی ارک و کرسین اداری ین شنگالی دو خوادا پاره کرده کسایتی نزدیکی پکیکی فید حامد بویه قایمقام شنگالی فرماندار 18 شیبی یه کرد ازدی خود دا چوکجی بویه ریوبری باجاروکی سنونی فرماندار هز پاراستان ازدیخانه در شاش و راگیان تشتا نهال شنگالی چدبل در وی رازیبون ارتش عراقی و خلق شنگالی سروکی انجمان پرزگایدی نوه سیدو شنگالی جی راگیان اجبو گویتنه که وا نیرین ما و ریوبری خاجی یا پرزگای نهاتیه برگرتن امجی و یکی قبول ناکن روز هفته جوتمه پشتی فکشاندن هزین پیشمرگه هزین 18 شیبی و ارتش عراقی چون ناف شنگالی بردفق وزارت الدفاع آمریکا هایتر ناوت راگیان کرد دیوه که پیمانه که سرکه او گرینگی آمریکایی بمینه هایتر ناوت سربریار حکومت عراقی یا بو قدر کردن روداوی و کردستان بیشتری و دزگی دنیای میدیا یا کردی وروا کشتن روزنامه‌نامه کرد گفت ما اورا دیدن که بس بریار قدر کردن دزگی راگیاندنی او کشتن روزنامه‌نامه دکن ناوت دیار کرد آزادی در برنامه نیرین بو مگرنگه و ام وی کی د پاریزن
هجمارك سيناتورين أمريكي سرك وزير عراق هيدار عبادي را نمایک شاندن و درخواست کردن جبو نیشتنا مترسیو شهر و پیفچونان گل حکومت هریم کردستانی کار بکه. سیناتورین آمریکا اشکره کرد که شهر دوباره پیشبرگه و ارتش عراق دا ند برجواندی تو آلی کی دایه. ادنامه دا سیناتورین آمریکی دبیجن امی بردوام بن سرپشگری حکومت که پیس و اتونومی هریم کردستانی پراستن گل کردستانی و پیکاتایندن. یک جبومه کاری هری گرنگه. سیناتورین نامه خود جاری کردن بانگ دیالوگ لولیر و بغداد کردن و درخواست کردن همون پرسگریک برای دانستاندنان ورن جار سر کردن. سرک وزیر عراق هیدار عبادی تپیوینه که گل روزنامه بریتانی دا بحثا پرسگریک نامبر بغداد و هولیری مجرد معاشن پیشمرگین پرسا گشپادان و دستلات ناوندی بسفر کانا و درین سینور کرد. عبادی رگیاند ابدخوازن هیزن پیشمرگه یان ببن بشک سیستم بروانی عراقی و هجمار وان و رکیب کرن جاجی ببن هیزکی لوکالی و معاش خوش حکومت هریم کردستانی ور بگرن. بنیرین هیدار عبادی گمان سر هجمار پیشمرگیان هیا و دبیجه چندن جار برپرسین کرد رگیاندنه که هجمار که کم یا پیشمرگیان دوام میدن اویدن المالن در باری معاش پیشمرگیان دایدار عبادی دخیا کرن اگر بن کنترل حکومت فدرالی دابن اس آمده معاشن پیشمرگیان بدم لیگر ابدخوازن هیزکی لوکالی بن و هجمار وان هند زیاده به بلب خوشی معاشی وان بدن. کنگره روزنامه‌نگاری هفتانه دا سرک وزیر عراق هیدار عبادی رگیاند افتا آوای رینادن خوینه تکسی به ارجاندن و دخواش هزین اولی کرد خواش هر پیفچونه که الگل هریم کردستانی دور بکن. عبادی تکس کرد که افرجدن سر جیکرنا دستور توای عراقی و گود تشتکتنه بناوی اداره بش بو فرنگه و درین سینوری لدوی حمود بن سروکاتی حکومت فدرالی دابن. در باری دست بکردن گوتو بیجن گل هولیر اوی گود بیویست اف گوتو بیج الگوری مرجن بغدای بن. بایلوزی آمریکا عراق دوگلاس سلیمان گل سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان برزانی جویا نویسنگه راگیاندن کسوخانه گیشتی یا آمریکا الهولیری دخینی که دا تکزیده که گفت حکومت هریم کردستانی یا پیس چرچوه عراق که فدرالی دا جبو اولیه که بردوام و شکاندن دایشی پیویزد بینن. دوگلاس سلیمان گفت دولت یگرتی آمریکا دا خازش همو پارتین کردیده که قدام کاری پارلمان یا مایی دا پشتوانی کاری پارلمانتوی هریم کردستان عراقی بکن که کارش بو چرا سرکردن پرسکریکن آسیبوی آمده کاریا بجارتن سال 2018 دکه. سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان برزانی یکی مجداری چو سردن کمله اسلامی یا کردستانی و سکرتاری گیشتی یک کمله علی باپیر را جویا گوری آگایان دوی جوینا دوالی دا رفشا نو یا هریم کردستانی و عراق هروا مجرا باشکرنا رفشا دبار و مچنج بو هوالاتیان هات گوتو بیش کرن هات دیار کرن که سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان برزانی دی بچه سردن آلین دن ین سیاسی هریم کردستانی جی و دل گلوان جی همان مجران بنرخینه. آژانس ریه یا روسی روز یک شمی را گیاند که مسکو دمه آمجداری دا هزار درخواستن کنگره گلین سوری بفرده که او پلان ده که کومن اتنیکین سوری با بدکرنا دستور که نو بینه با هف حتی نای زانین که ده شهر سوری یا پرالی دا کی جان ریخستن یا کم ده جوی کنفرانسی را بینه و خواندن الگور زانیاریان 1000 آنجی 1300 کس و که نونرین گلین سوری بجدارید کنگره گلین سوری دا بن نووان دا و ریبرن شامی هزین اپوزیسیون چکدار و همو پیکاتاین دن هبن. کنفرانس کجاره یکی سروکی روسی ولادیمیر پوتین مه چوی قلاوی کربول بجاری سوچی یا برای دریا رش وره کرد. آژانس رویترز را گیاند که ریبریا کردان با کوری سوری جالی روسیایی و کنفرانس که کومن اتنیکیل مسکوی هاتیه بخواندن کاردستی که روسی و هفته گوتو بکارمانج کنفرانسی اوه که چرا سری که لفکری یا سیاسی سوری را ببینه. شورمند ریبریا اتونومی کردی یا با کوری سوری بدرون یا کد رویترز را گفت که هزار سر کنفرانس دکن حتی نو نیرین وان ارینیه وی دازانین که خواندن فرمی دماغ افدیدن گل کاربدستن روسی داد مه بوریل با کوری سوری جوان را هات پیشکش کرد. جیگری وزیر دروازی روسی سر بجدربون پیدید کنگره سوچی دا برسی و ترکیه دا و تکس کرد که پیدی پارتی که سوریه و نه پارتی که ترکیه. میخائیل بوگدانوف درباره آلین بجدار کنگره دیالوگ نشتبانی سوریه دا که بریار باجاری سوچی روسیه و اساس کردن برسی و دهاز ترکیه یاش بوری ندان بو بجداری پیدی دوی کنگره دا بوگدانوف رگیاند که افگل ترکیه دا دانستاندن دانه و دیار کرد که پیدی و رخصتن دنگین کردی ولاتین سوریه نه ولاتین ترکیه. بوگدانوف دوی جی آلین کردید کنگره سوچی ده به او افجی بجداری کنگره ببن. حکومت ترکیه درباره بجداربون پیده دا دلگرانی خوش روسیه را دیار کرد او گوتو بکو افری خستن پکیکی و گریدایه او چینو بکو بجداری کنگره درباره کریزا سوری دا ببن.
نونرین سازین کردان یل باجار یکاترینبورگ یه فدراسیون روسیه سرفکاری خویل سر رفشو تندرستی و ابلکاریو ریبری کرد عبدالله اوجالان دخینیک دان چپمنیه دخیانی برنامه کار یا آمازون که هاتیه داین تجری تال سر اوجالان هاته شرمزر کرن و بانک شیز نامنتوایی هاته کرن که اجبورا کرن تجرید ارک و برپرسیارین خرابن بناوی نونرین سازین سروک یکتیو ازدیان یا یکاترینبورگ خدری رزگوی گوگی دخینی دا او گود سری دا گل کرد دوی کمیته پیشگرتن اسکنچه و هیز نامنتوی و پیکانین آنتی دموکراتیک قبول نکن ریبری گل کرد بریس عبدالله اوجالان مروه کیش رزیدین اب لیدره که وینا گله کی تمثیل دکه لما سری دا دولت ترک دوی همو هیز الگوری و راستی نیزی وی ببن افدامه که دیج اگایش ریبری کرد اوجالان نوی گرتن ریبری وی کیش گل کرد نو فکرانده کسی که ایراده گله کی تمثیل دکه جوی نو گل و دوی دستور جیرا بیداین که سیاست دموکراتیک بکه آژانس رویترز رادیانس انجام شهر و پیوچون سرسینوری حریم کردستانی و ترکیه 4 لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 4 گریلان پیکیش جیان خوش دست دون الگور و نوچه آژانس رویترز بلاف کرد که هزین اولایت ترکیه الگل فروکین هلیکوپتر یریش برن سر نوچه سینوری و شهر و پیوچون نابر لشکرین ترکیه و گریلان پیکی دا درکت و گود که گمان تکرن که گریلان پیکی برپرزگه هکاری و بچن النوچه پیاسی یا آمده سسی برداری بردست سبی هیزین اولکاریا ترکی اپراسیونک مزن دانه دست بکرن و دنجامی دا بیفچون درکد هات زانین که اپراسیون دجی اندامین پیکی هاتیل دار خستن ازمان آنجی هلیکوپتر آنجی پشگری دانه اپراسیونی هیزین اولکاری آوا یک دور پیچ کریه و شرط نامبر چکدار نو مالی و هیزین ارتش ترکی دا درکتیه و دنجام بیفچون آن دا 4 پولیس بریندار بونه و کسک جی هاتیه کشتن کتی ایدیو کرن اندامی پیکیه هات اشکره کرن هیزین کره ترکیه رینادن را گیاندن که باسا و بیاره بکن دنگ و باسین جیانی هات را گیاندن کل باجار نیویورک دوره منخیتنی وسایته که آجوتی سر سیویلان اولگور آمارین دست پیک دنجامی دا هری کم 8 کس هاتن کشتن و 15 کس بریندار بونه هر بار هریمات به جای جیر گلب سر خلق سیویل دا هاتن رشاندن که نزدیکی نوند بازرگانی دنیا یا روبروی ایریش ترور یا 11 ایلونی هات بو میدیا بیرکی را گیاند کل هریما منخیتنی 2 کامیون هف قلبینه اوزلامک بیابیه و 5-6 دستان گله رشاندیه سر خلقی هات زانین که یریشکار اندامی رخستن دایش خلق ازبکستانی و نه سال آمریکای دجی دارین عزیز و بو وشان و دنگ و بس نفتی که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاس برو هربا نوچه نونتوی جاره کردن هفتیاتی 10 سال سروی نو نشانی بنجام نوچه هفتی که امی راستی هفبین آمده کار او رو برا برنامه بیلاس ترکیه حتی نیشمیاتی بمینت خوشی و سلامتی دا